یا الله. بفرما. سلام بابا بزرگ. سلام. اینجا. خوبی؟ کجایی؟ پشت سرتم بابا بزرگ. سلام پسر جان، خوبی؟ خوبم، شما خوبی؟ بفرما. خب تو گفتی بچه پسر آخریمی؟ آره بابا بزرگ. بابا بزرگ چای میخوری برات بیارم یا شربت؟ بله. چای میخوری برات بیارم یا شربت؟ بله. میگم چای برات بیارم یا شربت؟ محمد، آره محمد که بنده خدا 3 روز پیش مرد. جوون بود، خدا رحمتش کنه. گفتی اسم چی بود پسر جان؟ مهدی. قیافت خیلی آشناست. یعنی چی؟ من نوبتم بابا بزرگ. با رفقا تو پارک نشسته بودیم، یکی تو همین تخت کفش، همینا که دست توه، همینا. موبایل. خب چی خب؟ گفتی تو پارک بودی، یکی با گوشی یه چیز نشونت داده مثل همین موشیا که میگی فیلم نشون میداد. یکی بود خیلی شبیه تو بود بابا جان، دلغک بازی در می آورد. یک آدم بی خودت سبکی بود، بی مصرف، اصلا یک روزنی سر کرده بود، ادا در می آورد. خیلی شبیه تو بود. تو یه وقت این کارا رو نکنی یا بابا جان. نه. تو کارت چیه؟ حالا بابا بزرگ شنیدم قدیم 3 هکتار زمین داشتی. بله. با یه دونه سنگ پا محافظه‌اش کردی. چه؟ میگم 3 هکتار زمین رو با یه دونه سنگ پا محافظه کردی، درسته؟ سنگ پا. این دختر یا پسر؟ این پسره بابا بزرگ. چه برا روی داره جان؟ الان دیگه نمیشه دختر رو از پسر تشخیص داد. آره. زمان ما بچه به دنیا می اومد اینقدر ریش و پشم داشت، میتونستی بفهمی پسر یا دختر، راحت میفهمیدی. اونو که یه جور دیگه میشد فهمید دختره یا پسر. چه؟ چی ولش کن. آره الان چی میگن ترن استوت ندارن، نمیشه فهمید که اینا دخترن یا پسر. ترن استوت؟ آها تستوسترون منظورت؟ آره همین. تو که داری؟ آره من که دارم. ولی بهت میخوره نداشته باشی ها. دارم بابا بزرگ، چه گیری دادی ول کن. داشتم میدیدم محمود جان. مهدی هم من. خواب بودی بابا بزرگ. چه؟ میگم چای تو بخور سرد میشه. دست درد نکنه. من نمیدونم چیه این 11 نفر الکی آدم گنده میافتن دنبال یه توپ. آره. باباتم اومد. بابا بزرگ این چی بود انداختی تو چایی؟ هیچی بابا جان، یه قرص بود دکتر داده بود برای قندم و اینا. آره. قرص رنگ سیاه من تا حالا ندیده بود. نوجوان 10 ساله‌ای که با اختراعات خود جهان را متحیر کرد. خجالت بکش، طرف 10 سالشه. تو چند سالته؟ تو خودت چند سالته؟ چی بود؟ هیچی بابا جان. بخواب بابا بزرگ، چیزی نبود. بخواب. خورد تو دماغم، عطسم گرفت.